بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 3 نوامبر ما در دارالایتام مرکزی احساس در کابل قرار داریم. چندی قبل خواهر ما روبینا حفیظی، ذریعه خواهر دیگری من نرگس حفیظی پولی را برای دارالایتام یا برای اطفال نازنین احساس فرستاده بودند که ما الحمدلله امروز برای اطفال نازنین من جاکت های گرم زمستانی از که موسم سرما شروع شد در کابل، ما برای اینا جاکت های زمستانی تهیه نمودیم. از الله متعال برای خواهر ما روبینا حفیظی اجر بی پایان استدعا داریم. خداوند متعال در مال، سر و اولادشان برکت کنن. تشکری میکنیم از خواهرای دیگر ما که در راستا دستگیری ایتام میکنن و انشاءالله که ایتام ما را که اطفال نازنین ما را که ناخوش کردن پروردگار از اونا راضی شود. تشکر میکنیم از خاله روبینا حفیظی که به ما جمپرهای گرم به ما خرید و در آینده ما را فراموش نکنه. تشکر میکنیم از خاله روبینا بابت سرما زمستان که برای ما جمپر تهیه نمودن. خداوند اجر بی پایان برایشان نصیب نماید.